هتل هیلتون که اصلا تیزر نمیسازه، مینی سریال میسازه. بریم این قسمتش رو با هم ببینیم. Sir, your golden keys? Excuse me, sir. These cards need a bit of polishing. How about our golden cappuccino? No. Foot massage, maybe? Just the card. A pony ride? When you want to start your holiday straight away. Hilton, for the stay. هر تیزر تبلیغاتی معمولی توی 3 تا 5 ثانیه اول محصول و برندش رو نشون میده. اما هتل هیلتون در تیزرهای تبلیغاتیش تا 10-15 ثانیه اول محصول و برندش رو نشون نمیده. به جاش یک موقعیت حسی رو میسازه که کی هستن، چی قراره بشه و چرا اینجا. شما هم اگر میخواین یه تیزر تبلیغاتی حرفه‌ای بسازید، باید ساختار سوال محور داشته باشید، نه جواب محور. یه نکته دیگه هم اینه که استفاده از چیزی که مخاطب میدونه اما کاراکتر نمیدونه. مثلا ما میبینیم یه چاقو قراره به یه کسی نزدیک بشه اما خودش نمیدونه و در آخر لوگو و اسم برند همیشه باید آخر تصویر بیاد. لوگو باید تبدیل به پاسخ معما بشه، نه بخشی از صرف است. من سیاوشم و اینجا اینسرت استودیو کمکت میکنیم که شما هم یه تیزر تبلیغاتی حرفه‌ای بسازید.